Now, after this Naat Sharif, I would like to invite Justice Bahauddin Baha, who came from California as a guest speaker, for a welcome speech. Before I do so, I would like to give a brief introduction. We all know that Justice Bahauddin Baha has been a regular speaker in our Miladun Nabi conferences for the past 5 years. And he was a judge of the Supreme Court. He is also a Khatib and Imam of Jamaluddin Afghani Islamic Center. He is the president of Maulana Jalaluddin Balkhi Cultural Society. He is a member of Board of Directors of Naqshbandiya Foundation for Islamic Education. So with this introduction, I request Brother Justice Bahauddin Baha to give a welcome speech in Persian language. Inshallah, this speech will be then translated into English. بدرقه راه شما افتخار دارم که باز هم چون سالهای گذشته در این تالار و در این محفل صفا و صمیمیت و محبت از نام مؤسسه فرهنگی اسلامی نقشبندیه فاندیشن فار اسلامیک ایژوکیشن تشریف آوری و اشتراک شما را در کنفرانس بین المللی تجلیل از سالروز میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام سرور کائنات و بهترین مخلوقات خاتم الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش آمد و خیر مقدم میگویم. نخست از همه این سالروز خجسته و پرمیمنت و افتخار بخش جهان اسلام را و شما و همه برادران و خواهران مسلمان در پهنای دنیای اسلام تبریک و تهنیت گفته از بارگاه الله جلت عظمته آن ذات واحد لا شریک که پس از نعمت خلق و آفرینش انسان تاج کرامت را بر فرق او گذاشته و برای هدایت جاوید بندگان خود دین آزادی بخش و سعادت ایثار اسلام را به نور پرفروغ محمدی و در پرتو آفتاب پردرخشش قرآن عظیم روشن گردانید. در برابر هر قدمی که برای اشتراک در این محفل برداشته اید پاداش و اجر بی حد و فیضان رحمت بی انتهای او تعالی را آرزو می کنم. با کمال تمجید و تحسین از انتخابی که امسال موضوع امعان نظر دانشمندان در تجلیل از سالروز میلاد النبی صلی الله علیه و سلم یعنی ادب در سنت نبوی قرار گرفته است، من یقین دارم با اهمیت ترین سوژه و دقیق ترین نکته قابل دقت در ارزیابی جمال و جلال شکوه دین اسلام مطرح گردیده است تا پژوهشگران متبحر و دانشوران صاحب نظر و تحلیلگران بابصیرت در آن داد سخن بدهند و شیفتگان پیامبر و جویندگان حقایق را در جهان بینی اسلامی اگرچه قطره مؤثر گردد به فیض برسانند. ان شاء الله ما همه از آن بهره خواهیم برد و از آن خرمن خوشچینی خواهیم کرد. برای من هم محدودیت وقت و هم محدودیت پژوهش مجال آن را ندارد که به صحبت طویل و به بیان تفصیل چیزی بگویم. آنچه به اشاره مختصر در این مقال می‌خواهم دقایقی از وقت شما را صرف کنم تحلیل خلاصه در مورد ادب در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم است که آرزو دارم لطف پروردگار ممد توان بیانم گردد تا راه ثواب را پیموده باشم.
همه ارباب عقل و علم و ایمان به این باور ثابت هستند که حضرت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر برگزیده و بر حق خداوند، حامل دین ابدی و نهایی و کامل خدا برای جهان بشریت می باشند. در قرآن پاک الله جل جلاله اولا نام حضرت محمد مشخص محمد رسول الله خوانده شده است. خداوند می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. و ثانیا این که خداوند در کلام پاک او را رحمت للعالمین خوانده است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آنچه من میخواهم از این دو نکته زیبا برداشت کنم این است که نخست رسالت حضرت محمد ابدی و جاوید است و زمان انقطاع ندارد. دوم این که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ارشاد قوم، گروه، قبیله یا ملت معین نیامده، بلکه جنابشان وظیفه ارشاد را برای جهان بشریت، یعنی همه جهانیان، اعم از هر نژاد و هر رنگی که باشند و اعم از این که اهل کتاب یا اهل الحاد باشند بدوش داشتند و بدوش دارند. از این رو دین محمدی هم باید ختم ادیان باشد چنانه که هست و هم کاملترین ادیان که آن هم به مصداق آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا چنان هست و در آن شک را مجال نیست. برای جامعه انسانی دین به منصه قانون است و دینی که خداوند برای بندگان فرستاده است همان قانون خداست. چون آیه آخرین در قرآن عظیم الشان از حیث وحی همان آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم مژده تکمیل قرآن است، پس دین پاک اسلام مجموعه قرآن پاک الهی و قانون ابدی خداوند است که به جناب محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردیده است. بدین اصل دین کامل و نهایی جهان اسلام و همه بشریت روی زمین مشروط بر این که هدایت راهیابی به این منهج عالی نصیبشان شود، قرآن عظیم و ذکر الحکیم الله جل جلاله می باشد. و اما این که سنت پیامبر چیست؟ همه علما و دانشمندان دین می دانند و تأیید می کنند که سنت حضرت پیامبر ارشادات قولی و فعلی آن جناب است که ضمن آن مزید بر ارشاد احکام قرآن نه تنها مفاهیم و معانی اعلای قرآن پاک را به امت مسلمه توضیح نموده اند، بلکه در مواردی که احکام منزل قرآن شکل اجمال را داشته است حضرت رسول به سنت سنیه خود راه تطبیق آن را به پیروان دین اسلام و امت مسلمان تفصیل داده و تشریح کرده اند. و مضافاً در پرتو ارشادات قرآن سلوک، رفتار، تربیه، معاشرت، عرفان و فرهنگ یک مسلمان را که مشحون از صفات کمال یعنی حیا، کرم، شجاعت، جوانمردی، حلم و همه اخلاق جمیله می باشد به اساس سنت خیش راهنمایی فرمودند تا موجب روشنی غموزات احکام و هدایت و مجد امت باشد. چنانه که خود در حدیث نبوی می فرمایند ترکتم فیکم امرین کتاب الله و سنتی، برای راهیابی و منهج روشن شما در دین و در معاش دو چیز را گذاشتم که کتاب خدا و سنت من است. بناهن سنت یا اقوال و افعال پیامبر صلی الله علیه و سلم که در اقوال ارشادگر هدفمند و در افعال مؤید اهداف بوده اند همان سلوک حضرت پیامبر است.
و سلوک پیامبر عبارت از کمال اخلاق پیغمبر می باشد که خداوند در قرآن عظیم فرموده است و انک لعلی خلق عظیم. یکی از تفاسیر عدیده در مفهوم والای آیه مبارکه فوق که مفسرین محقق ابراز داشتند این است که می فرمایند و انک لعلی خلق عظیم، یعنی و انک لعلی ادب عظیم. و از حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده است که وقت صحابه کرام از ایشان درباره خلق رسول کریم پرسان کردند، حضرت ام المؤمنین فرمودند مگر نخواندید که خداوند در قرآن فرموده است و انک لعلی خلق عظیم؟ و بعد فرمودند کان خلقه قرآن، یعنی اخلاق پیامبر قرآن بود یا قرآن اخلاق پیامبر بود. مفهوم این کلام این است که سلوک و رفتار و گفتار و کردار و پندار و عرفان جناب پیامبر ذره از مجموعه احکام و اوصاف و ادب کلام پراعجاز قرآن و ذکر الحکیم الهی بیرون نبوده است و تفسیر آیه به معنای و انک لعلی ادب عظیم هم مبین همین مفهوم است. در قاموس و فرهنگ لغات ادب به معنای عقل، فطانت و صیقل معنوی نفس و روح به تعلیم و تربیه و اصلاح و تهذیب است که نهایتاً باز هم ادب به معنای اخلاق و اخلاق به معنای ادب تعبیر می گردد. لذا از تفسیر حدیث چنین در میابیم که ادب پیامبر صلی الله علیه و سلم مجذوب ارشادات قرآن و ارشاد قرآن هادی و جاذب ادب پیامبر بوده است. و ما گفتیم سنت پیامبر که مشتمل بر اقوال و افعال آن جناب است در واقع سلوک و عرفان و اخلاق پیامبر می باشد. وقتی اخلاق پیامبر یا ادب پیامبر قرآن باشد پس سنت پیامبر همان ارشاد و ادب و اخلاق قرآن است که عظیم و بزرگ و ستوده خوانده شده است. بدین تحلیل سنت و ادب رسول خدا هر دو اخلاق رسول است و اخلاق رسول قرآن است. بنابراین سنت و ادب و اخلاق پیامبر هر سه مبتنی بر احکام قرآن و ارشاد قرآن و تمثیل مزایای برجسته قرآن در نهاد بشر است که خداوند او را به خلعت پیامبری برگزیده است و در حق او فرموده است که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیامبر از هوای نفس سخن نمیگوید، هر آنچه او میگوید از طرف خدا به او وحی می شود. و به همین حکمت در تایید حرمت سنت و آداب پیامبر ارشاد کلام قدسی پروردگار است که فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه پیامبر به شما می آورد آن را بگیرید و آنچه او شما را از آن نهی می کند از آن بگذرید. و همچنان بعضی مفسرین در تفسیر آیه مبارکه یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا همین تعویل مجموعه آداب و سنت و عرفان پیامبر را ارائه دادند. ذات اقدس الله جل جلاله در ذکر الحکیم می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. تقوا همان لباس اخلاق و آداب در پیشگاه پروردگار و در عبودیت به پروردگار و در معاشرت به جامعه انسانی است که به پیروی از سنت سنیه پیامبر حاصل می گردد. وقتی انسان به لباس ادب و تقوا که مبنای آن متابعت و پیروی رسول کریم است آراسته می گردد، نه تنها به لقا و قبول معبود بلکه به وصال محبوب نائل می گردد. یعنی رابطه عبودیت و معبودیت بین بنده و خالق به رابطه محب و محبوب تبدیل می گردد که خداوند می فرماید قل ان کنتم تحبون الله
فاتبعونی یحببکم الله. و آن منتهای درجه عظمت انسان است که از کمایی ادب و پیروی سنت با حکمت رسول بر حق الهی به دست می آید. در دین مقدس اسلام که سنت و آداب بیمانند پیغامبر علیه افضل الصلوات و التحیه همه زیبایی های آن را تبارز داده و تمثیل می نماید، از آوانی که انسان از بطن مادر به دنیا می آید تا زمانی که به وقت موعود اجل جهان را وداع می گوید، در هیچ آنی و در هیچ حرکتی و در هیچ جنبشی نیست که سنت و آداب پیامبر رهبری او را تعیین نکرده باشد و راه او را هموار ننموده باشد. از مرحله‌ای که به گوش طفل نوتولد با حکم سنت پاک و آداب زیبای پیامبر از آن ادای تکبیر اسم جلاله و ادای شهادتین بر توحید خالق و تصدیق رسول تنین می اندازد، تا لحظه‌ای که همان انسان بر حسب اراده الله دنیا را به لقای عقبی ترک می نماید و همان کلمات اسم جلاله باعث تلقین توحید بر لبان او تذکار داده می شود، در لحظه از زندگی و در گامی از مسیر زندگی و در نفسی از شمار عمر، در حرکات، سکنات، نشست و برخاست، خوردن، نوشیدن، کردار، گفتار، پندار، حتی در مواردی که تقاضای مخصوص نفسانی دارد، آن را یافته نمی توانیم که رسول کریم و پیغامبر بر حق خدا صلوات الله و سلامه علیه آداب زندگی و معاشرت را به امت مسلمه توضیح نکرده باشند و آنها را متوجه اخلاق ستوده انسان که شایسته مقام خلافت انسان از خالق پاک است نگردانیده باشند. حتی در طریقت و عرفان که سلوک و عرفات جذبه اخلاق و آداب و سنت نبوی است و راه وصال به حق الیقین می باشد، باز هم مفهوم ادب در سنت رسول به شکل خاص تبارز دارد. شیخ محمد بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه در معرفی طریقه و تصوف خویش می فرماید که طریقتنا الادب، یعنی طریقه ما ادب است. روی این مفاهیم به صورت ایجاز گفته می توانیم که ادب در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دفتر کاملی در تعیین مشی زندگی انسان از قدم تا عدم، از معاش تا معاد و از وجود تا نبود است که هرگاه کارنامه حیات آدم منطبق با این دفتر و صفحات زرین آن عیار گردد، هدف اصلی از خلقت آدمیزاد در خلافت بر روی زمین سلوک و عرفات جذبه اخلاق و آداب و سنت نبوی است و راه وصال به حق الیقین می باشد. باز هم مفهوم ادب در سنت رسول به شکل خاص تبارز دارد. شیخ محمد بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه در معرفی طریقه و تصوف خویش می فرماید که طریقتنا الادب، یعنی طریقه ما ادب است. روی این مفاهیم به صورت ایجاز گفته می توانیم که ادب در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دفتر کاملی در تعیین مشی زندگی انسان از قدم تا عدم، از معاش تا معاد و از وجود تا نبود است که هرگاه کارنامه حیات آدم منطبق با این دفتر و صفحات زرین آن عیار گردد، هدف اصلی از خلقت آدمیزاد در خلافت بر روی زمین Offered in Persian language about the moral excellence of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the light of Quran and Hadith. Of course,